با شیخ ابو عبیدالله متوکل علی الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما روان نمی کنیم انبیاء علیهم السلام مگر برای خوشخبری دادن، بشارت دادن و بیم دادن از عذاب الله. بشارت در صورت موافقت، پذیرش دعوت انبیاء علیهم السلام. انبیاء علیهم السلام به مردم خوشخبری میده که اگر سخن ما را میپذیره، اتباع ما را میکنه، در راه ما روان میشه، اینی اجرا یا اینی نعمتا برای شما مهیاست. و منذرین، به کمال شفقت و دلسوزی از او عذاب، از او مصیبت، از او تکلیفی که دمی روی خود داری، از او تو را بیم میده در صورت نپذیرفتن. اگر کسی دعوت انبیاء علیهم السلام نمیپذیره، انبیاء علیهم السلام از او عذاب سخت، از او ناگواری هایی که در پیش رو داره، از او برشان بیم میده. حالات جنت و دوزخ توسط عقل معلوم نمیشه. حالات جنت و دوزخ توسط چشم معلوم نمیشه، گوش معلوم نمیشه، عقل معلوم نمیشه. فقط و فقط به ذریعه وحی و تعلیمات انبیاء علیهم السلام معلوم میشه. حالات جهنم پیغمبر برای ما بیان کرده، حالات جنت پیغمبر برای ما بیان کرده. پس معلوم شد که بشریت نیاز داره به ای که کسی باشه که این بشریت بدانانه که بله، غیر از این جهان دیگری است و او جهان به دو حصه تقسیم است. یک حصهش جنت و یک حصهش جهنم است. فمن آمن و اصلح، کسی که ایمان آورد و خود درست کرد. کسی که ایمان آورد و خود درست کرد. این میره ولی هم میگه کسی که ایمان آورد و عمل خود درست کرد. چی رقم ایمان آورد؟ ایمان آوردن یک امر اجمالی است، در اینجا تشریح نشده. چی رقم ایمان آورد؟ امو ایمانی که قرآن تشریح میکنه، که در رأسش توحید الله قرار داره و هدف اصلی روان کردن انبیاء علیهم السلام هم است که در آیت دیگه ما شما میخوانیم. ایمان داشته باشه. معلوم شد صحت ایمان امر ضروری است. دعوت انبیاء علیهم السلام برای صحت ایمان است که ایمان صحیح شود. بعد از او اصلح، عمل درست شود. درستی عمل به جز از تابعداری پیامبر به چیزی دیگر درست نمیشه. اصلاح عمل دو چیز کار داره. یکی که عمل خالص به خاطر رضای الله انجام بدی که اخلاص میگیم. دوم به نقشه و طریقی که رسول الله صلی الله علیه وسلم. و امید دو نکته یا امید دو صفتی است که اگر در کسی به وجود بیا ولیست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امو بشارت اونجا برای اولیاء داده شده، اینجا برای مؤمن و کسی که اصلاح کرده. امو بشارت است، هیچ کدام فرقی نداره. اونجا بازی تو میگه الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسانی که صحت عقیدهشان شد و بعد از اون مسلسل راه تقوا را در پیش گرفته. اینجا از امو راه تقوا تعبیر به اصلاح شده. و اصلح، خود اصلح اشاره به ایسته که روز به روز قدم به قدم انسان چی میشه؟ درجه تکامل طی کرده میره. از دیروز که در امروز آدم یک کمی پخته تر میشه، یک کمی دقیق تر میشه. اگر در عمل ما ترقی نامد، دقت نامد، موزونیت نامد، شما بفهمید در تنزل بودیم، دین روز خوب نماز میخواندیم، امروز نمیخوانیم، این علامه بدبختی انسان است. هرگاه از دیروز که در امروز ترقی پیدا کردی، فرق آمد، بفهمید که این علامه نیکبختی است و اینمی نشانی ولایت الله متعال است. به الله نزدیک شدن اینمی نشانش است که روز به روز در زندگی تغییر میاد. دین روز یک قسم، امروز دیگر قسم. البته ترقی کرده، خشوع دین روز زیاد بود، امروز کم شد، علامه بدبختی است. اگر دیروز کمتر بود، امروز زیادتر شده، این علامه نیکبختی انسان است. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینمی بشارت برای اولیاء در سوره یونس ذکر شده و امی بشارت برای امی مؤمنی که
عقیده صحیح داره و عمل درست داره در اینجا ذکر شده. پس معلوم شد که ولی نیست مگر مؤمن واقعی است. مؤمن واقعی نیست مگر ولی است. مؤمن واقعی ولی است و ولی کی است؟ مؤمن واقعی است. تلازم است در بین هر دوش. هیچ وقت شده نمیتونه ولی باشه مؤمن واقعی نباشه. هیچ وقت شده نمیتونه که مؤمن واقعی باشه ولی نباشه. هر دو متلازم است. معلوم شد، برای ما واضح شد که ولایت اینا نمیگه که یک انسان امور خارق العاده داشته باشه، چیزای ناشنا در زندگی خود به مردم نشان بده. ولایت اصلاح عقیده و اصلاح عمل است. هر کس عمل خود عقیده خود اصلاح کرد اینمی ولی است. قرآن برای ما میگه. در این جمع هدف انبیاء علیهم السلام بشارت دادن و انذار دادن است. سوره نحل آیه 36 میکشیم. مقصد روان کردن انبیاء علیهم السلام الله متعال برای ما بیان میکنه که الله پیغمبران روان میکنه برای کدام مقصد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد بعثنا فی کل امه، یقینا ما فرستادیم در هر جماعت، در هر طایفه رسولا پیغمبر. ان اعبدوا الله، که پیغمبر خود فرستادیم. چی پیام داشت پیغمبر؟ چی برنامه داشت پیغمبر؟ برنامه پیغمبر خود مکمل برنامه الهی است. خود در رأسش، در سر فرستش، سخن اولیش و او سخنی که یقینا به هیچ وجه نه پنهان میشه و نه برای ازو صبر میشه که نه انتظار بکشه کی را نمیگم. اما کدام برنامه است؟ اینمیست. ان اعبدوا الله، که عبادت یک الله را بکنه، یک الله را عبادت کنه. واجتنبوا طاغوت، از طاغوت اجتناب بکنه. هر چیزی که عبادتش کرده میشه به غیر الله، هر چیزی که عبادتش کرده میشه به غیر الله و او به او عبادت راضی باشه، این را به نام چی یاد میکنه؟ طاغوت. اگر او پیر است، اگر او فقیر است، اگر هر کس است که عبادتش کرده میشه، سجده برش میشه، رکوع برش میشه، به نامش نظر میشه، در وقت حالت غایب و دور برش صدا میشه، مشکل طلب میشه، اینی طاغوت گفته میشه که او به او عبادت راضی باشه. انبیاء علیهم السلام عبادت شده غیر الله هستند، لیکن به او عبادت راضی هستند؟ نه. از او خاطر انبیاء علیهم السلام از تعریف طاغوت بیرون هستند. خب مردم چطور شده؟ انبیاء علیهم السلام که آمد هدفش برای ما واضح شد. الله میگه که هیچ جماعت ما نگذاشتیم که پیغمبر برش روان نکردیم. چرا؟ پیش گفتیم که الله متعال به پیغمبر مردم همونطور چی نمیکنه. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب دادنی نیستیم تا وقتی که پیغمبر روان نکنیم که حجت سری مردم تکمیل شود. خود در رأس برنامه های انبیاء علیهم السلام مهمترین برنامه دعوت عقیده توحید الله هست، یکتا پرستی الله هست. این برنامه انتظار کردنی نیست، این برنامه پنهان کردنی نیست، این برنامه در سر فرست قرار داره و بیان میشه. هیچ پیغمبری طور نکرده که یک چند روز خیر از قطع مردم داخل بوتان میری. نه، در روزی که عقیده توحید رسید مقاطعه اعلان کرده بوتا چیزی نمیتونه. اینطور گپ است. علمای ما عالی از بنام حکمت 10 سال در مسجد تیر میکنه، عقیده توحید به مقتدیای خود نمیگه، به نام حکمت. یک بعد از الله چی میگه؟ خو انبیاء علیهم السلام آمد، مردم کلگی میپذیره. فمنهم من هدی الله، بعضی از مردم کسانی بود که الله برش هدایت کرد. و منهم من حقت علیه الضلاله، بعضی از یا کسانی بود که ثابت شد بالایشان گمراهی. خیر، وقتی که هدایت از جانب الله متعال باشه و گمراهی از جانب الله متعال باشه، گناه مردم چیست؟ اینجا معنای هدی الله ایست. الله اسباب هدایت به کلگی داده. پس بعضی کسانی بود که الله واره هدایت نصیب کرد، یعنی دوام هدایت برش نصیب کرد به خاطر که اسباب هدایت در کار انداخت. اما بعضی کسانی بودن که و اسباب گمراهی را در پیش گرفتن. وقتی اسباب گمراهی را خیلی خوب پلته زدن
پلته را کشیدم گوگردام در دستم است، میگیرم میزنم. امی پلته زدن در اختیاری ما است، میزنم یا نمیزنم این در اختیاری ما است. این اسباب است. اما نتیجه چیست؟ آتش در گرفتن. آتش در گرفتن در اختیاری من نیست. زمانی که پلته را زدم در سر گوگرد، لمبه بالا میشه. کدام اسباب که انسان انتخاب میکنه، نتیجه که مرتب میشه در اختیاری انسان نیست، اما اسباب در اختیاری کیست؟ بعضی مردم ها سوال میکنن وای هر چیز در تقدیر نوشته شده، قاتل چرا قصاص میشه؟ کافر چرا در جهنم بره؟ در تقدیر نوشته شده. بله، الله متعال در تقدیر نوشته کرده، خو لیکن الله معلومات داره اینی بنده را پیدا میکنم، اختیار برش میدم، اسباب و وسایل کسب برش مهیا میسازم، راه ها را برش بیان میکنم. تا باش که اولی چی میکنه؟ پلته را در دستمال خود میگیره، در اون وقت اینجا دستمال کشال کرده اینجا، یا پترول گرفته و این پلته میزنه، یعنی که یک جای دیگره، اختیار خودش است. الله متعال نگفته قتل بکو، بلکه بیخی تخویف کرده که قتل اینی طور من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هیره گفته نه، زبانی که اسباب و آله قتل ای استعمال میکرد، دستش در اختیارش بود، ارادش در اختیارش بود، فکرش در اختیارش بود، اما چیز در اختیارش بود. خو لیکن اسبابی که الله داده بود ای را غلط استعمال کرد. پس وقتی سبب غلط استعمال میکنی، نتیجه هم چی میشه؟ ثابت میشه. پلته را زدی، آتش خام خود در میگیری، طور نیست که باقی ممانه. الله متعال میفرماید که بعضی از مردمایی بودن که الله برشان هدایت کرد و بعضی گمراهی سرشان ثابت شد. زمانی که انبیاء علیهم السلام دهن مبارک از وا که مکمل پاک است، معصوم است، آلوده به گناه، بدو، دشنام، این گپا نیست، شخصیت هایی که از حیثیت اخلاق و صفات ورزیده و حمیده در درجه اعلی قرار دارند، شخصیت هایی که در زیر عنایت الهی پرورش پیدا کردند، شخصیت هایی که تاییدشان توسط وحی شده باشه، شخصیت هایی که یقینا مردم سرشان عیب ندارن. وقتی دعوت ازوا در مردم تقسیم پیدا میکنه، بعضی هدایت بعضی گمراه. از ما تو چطور؟ چی تقاضا ما تو داشته باشیم کلی مردم در یک سخنرانی ما بعد بپذیره گپاره؟ نه، شکر الله را بکشیم که در 10 سال 5 نفر پیدا کنیم موحده، عقیده را بپذیره در 10 سال. چرا؟ به خاطری که روش و اسلوب ما، استدلال ما، سخنای ما، تقوای ما، دلسوزی ما، اخلاص ما هیچ گاه برابری با انبیاء علیهم السلام نمیتونه. پس ما ناامید نشویم. ولی ما زیاد دوستا را قطع روز میشیم، جوانا میه مولی صاحب ما ولی زیاد دعوت میدم لیکن کس نمیپذیره. خیر است، تو دعوتی تا بده، سواء علیهم. سری از ما برابر است، سری تو خود برابر نیست. تو خود دعوتی تا دادی، اجری تا الله ضایع نمیکنه. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. پیش الله اجر تو موجود است، مایوس نشو، دعوتی تا ادامه داده برو. فلانی را گفتم 3 دفعه گفتم نامد، خیر است، روزی 4م بگو، 5م بگو، 6م بگو، 7م بگو، تا که میشه یک روز از دستش کش کرده آورده میتونی. مایوس نشو. چرا که الله متعال برای ما بیان میکنه که انبیاء علیهم السلام روان کردیم، مردم 2 طایفه شد، تو نشد کلگی میپذیرفت. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. دعوت میده باز انسان چی باشه؟ فکر داشته باشه. الله برای هر انسان فکر داد، از فکر کار بگیره. یک جمله استفاده فکری امیست که انسان با ما سبقی خود نظر میکنه، حالات مردمای سابقه را ارزیابی میکنه، میبینه کی مردم به کدام سرنوشت مبتلا شدن، چرا اینطور شدن. ما امروز میبینیم یاران چرا در افغانستان کمونیست پیدا شد، چرا مردم رفت کمونیست شد. این را مورد ارزیابی خود قرار میدیم، میبینیم
ریشه آبی بکنیم. مرض است، مرض بزرگی که آتشی که توسط کمونیستا در گرفته تا امروز سوخته رایست، تا امروز سوخته رایست. به الله معلوم که چقدر دیگه بسوزی. علتش از کجا بود؟ علتش تغافلی ملای مسجد، تغافلی پدر و مادر. ملای مسجد چی تغافلی کرد و پدر و مادر چی تغافلی کرد؟ ملای مسجد بچه ها اطفال آمد به جای از اینکه بچه ها را تشویق کنه، بشانشانه، آفرین بگویشانه، قرآن درست به الفاظ درست برش تعلیم بده، مسائل عقیده را سرش شروع بکنه. نه این گپ نکرد. او این قدر سری تا چی میخوری؟ یک نیست، دو نیست، ای 300 400 نفر بشینیم. بیای بچه ها، ما پسان وظیفه دارم، بچه ها از اولادایتان وقت روی کنه که ما پسان بیکار نیستم. وادی نماز تفلکی خورد از خوک خیستاندش، پدر و مادر روی ناششته دایی یخی دا مسجد میایه دا گوشه میشانه بیشتری نبوجه یاد گو. خمچی کلان بود، کلان سابق پلال بود در مسجد ها. پلاله میشناسی یا نمیشناسی؟ آلی قالیناسته دراز خمچه را منتی کده می بود. بخونید هزار گوشه الف زر آبی ها پیش بو آبوتی آزر توسی آزر سی توسی جمی آزر جه ازر آجه دماغی مرا خود بری خدا گم کنه تانه. زمستانا تیر شد، اولاد مردم نه یک حرف عقیده را فرا آموختند و نه قرآنشان درست شد و نه شوق و علاقه طفل با قرآن و با دین پیدا شد. هیچ. ما دبی روزا در طرف پلوچرخی رفتم، اونجا در یک مدرسه بچگکای خورده میخیستان. از پیش سوال میکرد الله ما را برای چی پیدا کرده؟ جواب میداد ما را برای عبادت. چی دلیل داریم؟ ها؟ سپاره 27 سوره زاریات آیت چند است؟ 35 است یا 135؟ آیت 35 55 و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترجمه میکرد، تفلکی خورد. من یقین دارم اگر می اطفال به می منوال به می شیوه در دسترس امچو جوانایی که فکر داشته باشه. من در جمعه گفتم که ما یک وظیفه داریم، زمستان خود همونطور تیر نمی کنیم، یک برنامه باید داشته باشیم، یک ذخیره آخرت به خود جور کنیم. تو همین طفل یک تربیه بکو باز تو میبینی. بچه ها در سطح پانتون رسیده بود، میگه 5 بنای اسلام بیان کنی، میگه یکی دیگهش میگفت که بنای سیوم چیز. از همون خاطر روسیه بغلی خود باز کرد، مردم رفت و نه درک از قرآن داشتن، درک از ایمان نداشتن، درک از اسلام نداشتن. نعوذ بالله. پس آمدن گفت ضرورت به نیکا نیست، عبادت کی کشیده، این کونه فکری است، اسلام کی کشیده. در کدام جنجال ما مبتلاستیم؟ غفلت علمای ما بود، غفلت پدر و مادر بود. پدر و مادر در مورد مسجد اهتمام نکرد، ملای درست در مسجد نآورد، پرسان نکرد. خودشان امی مردم زمستان که بری در این دیهاتا برفا افتاده است، کلی مردم در مسجد است، از دیگر که میشینه تا شام، صبحکی که تا افتاو میبره. شما باور به الله بکنی این مردم بیچاره اشراق یاد نداره که نماز اشراق چیست. تق 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 چی است؟ اما تسبیح های کلان دانایی را پیدا کرده که میندازه قرص قرص قرص، نقلای خرکاری که کرده رایستن. مردم این ثمره شدیده. امروز هم اگر ما غفلت کردیم، متوجه اطفال خود نشدیم، متوجه جوان خود نشدیم، برنامه برش نساختیم، به این انتظار نشینیم که مردم بیا برای ما برنامه بسازه. خودی ما کوشش کنیم. 1 نفر جمع میتونم، 2 نفر جمع توافق کو، قطعی مشوره کو، قطعی برادر مشوره کو، 10 نفر مشوره کنی چطور میتونیم بیادره که می اطفالی ما هیچ راه تربیه را نداره. خیر است، 1 روز ما میدم انشالله به اطفال، 1 روز ما میدم 7 نفر 7 روز پورا کردن. اطفال دعوت میدی، برنامه را برش جور کو، تقسیم اوقات جور کو، باز ببینی که وطن کدام طرف روان میشه. این حالت چه قسم دیگرگون میشه؟ بالکل دیگرگون میشه. ولی افسوس ده ایسته که ما در این مورد بسیار تغافلی میکنیم. نکنیم تغافلی، هوشیار شویم، بیدار شویم.
مسئولیت خود ادا کنیم در پیش الله متعال. فسیروا فی الارض، ما سیاحت کردیم، دیدیم مملکت ها را، دیدیم گشت و گذار کردیم، مقایسه کنیم پاکستان با افغانستان، مقایسه کنیم چی تفاوت های وجود داره در برنامه ها، در مساجد، در اماما، در مدرسه ها، در درس و تعلیم، چی فرقای وجود داره. رفت و آمد انسان در یک جای برای عبرت است، برای عزیزده که ما درس بگیریم. قرآن امیره برای ما دعوت میده، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. کسایی که دعوت های انبیاء علیهم السلام تکذیب کرده، سرنگون، حقیر، در بدر، در مطلب نارسیده، عذاب الله وره فرا گرفته، دیگه چیز باقی نماند. اگر ما ما سابقی خود فقط درس گرفتیم، نه، ما امروز اولاد خود در دست بیگانه ها اعلان نمیکنیم. اولاد خود تربیه میکنیم، فکر میدیم برادری خود، کدام ما برادر نداریم، برادری خود صبحکی از خواب میخیزیم، شبا خیلی دراز است، بخیز قطمه وضو کن، بیا که بریم به نماز، 1-4 دقیقه ترجمه میشه. خوی و خصلت او بچه مکمل قطعی مسجد آشنا میشه، قطعی برنامه دین آشنا میشه. روزی که تو نباشیم امی بچه را میبینی که در مسجد است، نمیبینی که نعوذ بالله در جای دیگه است. الله متعال ما شما را توفیق نصیب بکنه که ما مسئولیت کمی خود در پیش الله متعال ادا کرده و بتانیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رب.